سلام به چنل من تو یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز میخوام با هم دیگه زیر 5 دقیقه آرایش کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. من توی اینکه زود آماده میشم همیشه ادعا دارم، توی آرایش ادعا ندارم ولی توی آماده شدن ادعا دارم. بفهم برید. من جدیدا از کلمات استفاده نمیکنم، کلا آدم آرایشی نیستم، 90% مواقع اصلا آرایش ندارم به همین شکلم. ولی اولین کاری که میکنم یه مقدار صورتمو به طرف چپ میکنم، همه جا میزنم. دومین کاری که میکنم از پنکیک کالیستا استفاده میکنم. پنکیک من مارکش کالیستا هم داره گفتم، شمارش هم 32. پنکیک هم توی تمام نقاط صورتم میزنم. فقط من چون دارم آدر گوشی میبینم نمیدونم اصلا خوب میشه نمیشه. من حتی پشت پلکم هم میزنم به خاطر اینکه خوشم نمیاد پشت پلک خراب باشه، من دوست ندارم، ولی اینا همه سلیقه‌ایه. سومین کاری که میکنم میام پشت چشم‌ها سایه میزنم. مارک پنکیک از رنگ صورتیش میخوام استفاده کنم چون استایلم امروز صورتیه. همونطور که میبینید رنگش خیلی خوبه، رنگش عالیه. خیلی رنگی ببینم دستم میکشم بالا به تمیز بشه. این چشمم به همون شکل. ببخشید من با توی آینه نگاه کنم چون از دوربین نمیتونم خوب ببینم. خیلی خوش. کار بعدی که میکنم یه مطبعت خدا بیتون قسمت هایلایترش این رنگش اولش رو جمع میزنم. این مقدار میخوام خیلی قشنگ میشه. من دیگه چون که سایه حالت خط چشم میزدم همونجور که مشخصه دیگه از خط چشم استفاده نمی کنم، از ریمل اسنس مشکی استفاده می کنم، از نقطه‌ای راضیم رفتم آینه آوردم. دوست بعد از دو قدمشون باز میکنم. خودم هم همون شکل کردم به خاطر ویدیو این کار نکردم. خیلی خوبه اینا. وقتی از ریمل من میام از رژگونه شکلم رنگ گوشیش استفاده میکنم، به گونه ها میزنم. من حتی خوش دوستان رو که بینیم من فهم بجم ببینیم که بینیم من میزنم. خب بعدش میام با هم دیگه پخش میکنیم. من گوشیم اختار داد ویدیو قطع یه ذرمون همش نگرم بودم که پخش نشد ولی خوشبختانه پخش شد. خیلی دوست دارم این رژگونه. خب حالا بریم سراغ کسای مهم که من اونم خیلی دوست دارم. هایلایتر شیدم اینم خیلی خوبه. اینا نگاه زیاد این چه خوبه. بده خیلی در آخر میام با مارکتینگ
کار تمام میکنم. اینم از آرایش پرینتی امروز. خیلی قشنگ کنم، خیلی دوست دارم. امیدوارم که شما دوست داشته باشید. تا ویدیو بعدی. راستی چند دقیقه شد؟ تونستم تو 5 دقیقه آماده بشم یا نه؟ حساب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.